نسخه برداری کردن صحیفه یا لیست در طول یک چند ثانیه در اکسل. راه یکم، طرف راستی موش رو زیر میکنیم. переместить или скопировать. بعد переместить в конце. جایی وصل شد. اگر ما کپی کردن خواهیم، باز طرف راستی موش رو زیر میکنیم. переместить или скопировать. создать копию галочка میگذاریم و در پس کدام صحیفه مثلا بعد از 15 کپی کند. اوکی رو زیر میکنیم. خیلی که میبینید صحیفه 16 به اینجا آمد. و راهی دیگرش باشد از همه راهی آسان، دکمه کنترل رو زیر میکنیم و با واسطه موش میکشیم. طرف چپ موش رو زیر کرده و جای لازمه میکشیم میاریم کپی میکند. یا اینکه برای جایی وصل کردن به کنترل صحیفه رو زیر میکنیم و میکشیم به جای لازمه میآید. اگر از یک اکسل به اکسل دیگر کپی یا اینکه переместить کردنی باشیم، جایی وصل کردنی باشیم، من در اینجا یک اکسل دیگر دارم. مثلا صحیفه 16 رو طرف راست رو زیر میکنیم. переместить или скопировать. از اینجا باشد переместить выбранный лист в книгу. دیگر اکسل ما رو انتخاب میکنیم. بعد создать کپی. این کپی میکند به اینجا. هم در این صحیفه است و هم در اینجا. برای переместить کردن باشد مثلا 17 رو به دیگر جای переместить میکنیم. طرفی راست переместить или скопировать. دیگر اکسل ما رو انتخاب میکنیم و переместить в конце. اوکی رو زیر میکنیم. از اینجا گم شد، در اینجا پیدا شد.